سلام، امیدوارم حال دلتون خیلی خوب باشه. بریم ببینیم که توی روز جمعه چی کار بکنیم نتیجه بهتری میگیریم از تحلیل آزمون و آزمون دادنمون. مهمترین نکته‌ای که هست باید آزمون قلمچی رو به صورت حضوری بدیم که بریم با شرایط حوزه آشنا بشیم و بتونیم مدیریت آزمون بهتری توی آزمون‌های حضوری داشته باشیم و ما این نتیجه رو نمیتونیم توی آزمون‌های آنلاین قلمچی دریافت بکنیم. پس حتما آزمون قلمچی رو حضوری بریم. مهمترین بخش تحلیل ما سر حوزه وقتی داریم آزمون میدیم صورت میگیره. اما چطوری؟ وقتی داریم آزمون رو حل میکنیم سوالات رو باید دسته‌بندی بکنیم به این صورت که سوالاتی که هیچ مشکلی نداشتیم و کاملا به جوابمون مطمئنیم بدون هیچ علامتی میریم سوال بعدی. اما سوالاتی که شکدار بودن با حرف اس انگلیسی نشونشون میدیم یه اس کنارش میذاریم. حالا این شکدارا میتونن زده باشیم، یعنی سوالو زدیم اما شک داشتیم، یا مثلا سوالو حل کردیم اما بین دو گزینه خیلی شک داریم و سوالو جواب نمیدیم، بازم یه اس میذاریم و هیچ علامت دیگه‌ای کنارش نمیذاریم. بعد مورد بعدی سوالاتی هستن که ما نزدیم، اما نزده همون به چه علته؟ اصلا نفهمیدیم یا وقت نشده بزنیم. اینها رو ما یک دایره میذاریم، دایره تو خالی که حالا توی تحلیل به کارمون میاد. سری بعدی سوالاتی هستن که باید کنارشون ستاره بذاریم. اما ستاره چیه؟ سوالاتی که باید توی دور دوم آزمون دادنمون حل بشن. حالا سوالاتی که 100% میخوایم دور دوم آزمون دادن حلشون بکنیم و میتونیم 2 تا ستاره بذاریم. سوالاتی که حالا دور دوم نگاهش میکنیم و 1 ستاره میذاریم. پس یعنی در کل شد 3 تا علامت: اس انگلیسی، دایره تو خالی و ستاره.